باشگاه خبرنگاران جوان تیتری منتشر کرده با عنوان تصاویر اعدام 3 متجاوز به عنف در کرج. حکم 3 متجاوز به عنف در کرج به مرحله اجرا گذاشته شد که شخص دادستان شهرستان در لحظه اجرای این حکم بر این موضوع نظارت داشتند. این 3 نفر به جرم تجاوز به عنف و اکراه به حکم اعدام محکوم شده بودند. به گفته دادستان کرج، این 3 نفر خانومی رو به عنوان مسافر سوار کرده و در بیابان‌های نزدیک هشتگرد وی را مورد تجاوز قرار میدن و بعد از سرقت اموال اونو مورد آزار و اذیت قرار میدن و همونجا توی بیابون رهاش میکنن. بعد از شکایت این خانم دستگیری مجرمان، حکم اعدام در ملأ عام برای هر 3 نفر صادر شد. این حکم در منطقه گلشهر کرج اجرا شده. این گزارش تصویری که شما دارین در واقع از لحظه اجرای این حکم برای این 3 در واقع متجاوز میبینید، گزارش تکان دهنده و ناراحت کننده ایه که ما پیشنهاد میکنیم افراد بالای 18 سال این گزارش